تابستون اومده و با خودش خورشید، بوی شور دریا، موج و صدای خنده آورده. یه مهمونی ساحلی با دوستات، جایی که هر نگاه با نسیم حرکت میکنه. بپر وسط مجلس چون این بار قرار استایلت با خورشید هماهنگ باشه. بخش اول، اشتباهات رایج. بزرگترین اشتباه لباس سنگینه. لباس‌های تنگ اکلیلی با پارچه‌های ضخیم تو گرمای تابستون عذاب‌آورن. هم شیکیش از بین میره، هم تعادل نداره. یه صندل ظریف یا کفش تخت حصیری همیشه شیک‌تره. مشکی و سرمه‌ای تو نور آفتاب حرارت رو جذب میکنن و تو رو خسته و گرفته نشون میدن. تابستون فصل آزادیه، نه محدودیت. بخش دوم، انتخاب درست. بریم سراغ انتخاب درست. لباس ساحلی یعنی آزادی و جریان هوا. پارچه‌های شیفون، لینن یا کرپ سبک که با باد حرکت کنن و تو رو رهانشون بدن. رنگ لباست بهتر سفید، آبی آسمانی، بژ طلایی، مرجانی روشن یا سبز پسته‌ای باشه. رنگایی که با موج و نور بازی کنن. این لباس میتونه یقه باز ملایم، بندهای نازک و برش آزاد داشته باشه و تا زانو یا میدی باشه. میتونی یه کمربند پارچه‌ای ببندی که فرم بدنت حفظ بشه. یه لباس ساده با رنگ درست بهتر از هر لباس برندیه که با فضا همخونی نداشته باشه. بخش سوم، اکسسوری و آرایش. اکسسوری تابستونی یعنی سبک و طبیعی. دستبند حصیری، گوشواره صدفی، کیف بافت یا کلاچ حصیری با یه عینک آفتابی بزرگ ولی ساده بهترین ترکیبه. آرایشت هایلایتر طلایی، رژ مرجانی و یه ریمل ملایم باشه. پوستت باید با نور طبیعی آفتاب برق بزنه، نه با میکاپت. این یه درخشش سبکه. هیچ چیز جذابتر از موی طبیعی توی باد نیست. بخش چهارم، رفتار و وایب. تو مهمونی ساحلی همه دنبال حس خوبن. لباستو نباید از فضا جلو بزنه، باید باهاش برقصه. وقتی میخندی، وقتی قدم میزنی، بذار لباس باهات حرکت کنه. یادت نره سادگی توی فضاهای باز همیشه لوکس تره، چون فقط کسی که اعتماد به نفس داره ساده میپوشه و میدرخشه. بخش پنجم، جمع‌بندی. تابستون یعنی آزادی، یعنی تنفس، یعنی رنگ، یعنی زندگی. لباست نباید نقاب باشه، باید نشون دهنده احساست باشه. حالا تو بهم بگو، برای مهمونی ساحلی لباس سفید لینن میپوشی یا مرجانی با تور نرم؟ حتما تو کامنت ها برام بنویس. تو قسمت بعدی قراره بریم سراغ مراسم فرش قرمز و استایل سلبریتی ها. لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید که قسمت بعدی رو از دست ندید. میخوام عوض کنم، بگم تابستون اومده و با خودش تابستون اومده و با خودش خورشید، موج، بوی شور دریا و صدای خنده آورده. یه مهمونی ساحلی دعوتی، اینجوری انگار تصویر سازیه. باید سبک باشی، باید تنفس کنی رو میتونیم بگیم راحت باشی به جای تنفس. به نظر من یه ذره جور در نمیاد. نوشته باید سبک باشی، باید تنفس کنی. مثلا سبک بگیم باید سبک باشی، راحت باشی و بدرخش و بدون تلاش بدرخشی. بپر وسط مجلس چون اشتباه میتونیم بگیم هم شیک نیست، همونو بگم. میتونیم بگیم هم شیک نیست هم تعادل نداری. خب بژ طلایی، درست گفتم. رنگایی نه، راحت باشی. اگه جایی هست بگو از اول بگم. نازک، برش آزاد داشته باشه و تا زانو یا میدی باشه. بله، عالی. میتونی یه کمربند پارچه‌ای ببندی که فرم لباست حفظ بشه، فرم بدنت. خب میخوام بگم که یه لباس ساده با رنگ درست زنده تر از هر لباس برندیه که با فضا همخونی نداشته باشه. خب اینو میتونیم یه جمله کنیم، بعد آخرش بگیم که یه ترکیب عالیه. دستبند حصیری، گوشواره صدفی، کیف بافت یا کلاچ حصیری با عینک آفتابی بزرگ ولی ساده یه ترکیب عالیه. یه لحظه هم ببینم رژ مرجانی دقیقاً کدوم رژ میشه. فقط یه درخشش سبک رو نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. آرایشت هایلایتر
نگم درخش سبک رو؟ میتونم بگم که پوستت باید با نور آفتاب برق بزنه، نه با میکاپت. عالی شد. این هی داره عوض میشه کلمش. رفتار و وایب. خب علیهت رو میخوام دوباره حذف کنم. وقتی میخندی و قدم میزنی بذار لباست با حرکت کنه. نه بابا اصلا شما بگین حتما، چون به عنوان بیننده دارین نگاه میکنین حتما بگین. یادت نره سادگی توی فضاهای باز همیشه. چون فقط کسی که اعتماد به نفس داره، ادامه روحت درسته جملهش؟ باید ادامه روحت باشه. نشون مثلا باید احساست رو نشون بده، میتونیم بگیم. باید نشون دهنده احساس. تو قسمت بعدی قراره بریم مراسمه. بریم سراغ مراسم.